سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ است و من میرزا نبی خالیقزاد برای شما سرخط موضوعهای روز را معرفی میکنم. بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود که این و دیگر موضوعها مطرح می گردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان امروز در نشست خبری گفت اظهار نظر ژنرال نوجوانوف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت نظری شخصی اوست و این نظری رسمی بوده نمیتواند. هفته گذشته عبدالله نوجوانوف در نشست خبریش در خوجند به مسئله مناقشه ها در مرز با قرقیزستان دخل کرده گفت اگر تاریخ را برگردان کنیم در گذشته بادکن هیچگاه زمین قرقیزستان نبود. گذشتگان تاجیکان قرقیز را به بادکن آوردند و زمین دادند و امروز این برای جانب تاجیکستان مشکل آفر شد. این نظر ژنرال تاجیک ناراضگی مقامات قرقیز را به وجود آورده است. به بلاگر تاجیک در روسیه تا 7 سال زندان تهدید می کند. کرامت الله جباروف را 10 روز پیش برای ثبت پرانک و یا صحنه شوخی آمیز کرونا ویروس در متروی مسکو حبس کرده بودند. به قبل وکیل دفاع جباروف ایبنامه او که قبلا اوباشی بود اکنون تغییر یافته وزنین‌تر شده است. پیشتر دادگاه مسکو حکم نمود که بلاگر تاجیک تا 8 مارس در حبس بماند. افتتاح مسجد بزرگترین در تاجیکستان روز 12 مارس امسال به نقشه گرفته شده است. بنا به معلومات کمیته دین در مراسم به استفاده دادن مسجد شرکت پرزیدنت تاجیکستان و امیر قطر در نظر است. در گذشته گفته میشد سرمایه گذاری اصلی تر قطر است که تنها برای ساختمان بنا 70 میلیون دلار جدا کرده است. بنیاد مسجد 11 سال پیش آغاز یافته بود و در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده است. در ازبکستان ساکنان به حمایت از منزل‌هایشان با تبر و بیل برخاستند. آخر هفته گذشته در ولایت سرخندریا ساکنان ناحیه آلتینسای ضد آن کارمندان پلیس که برای تخریب خانه‌هایشان رفته بودند کشمکش کردند. در نتیجه زنازنی یک ساکن آسایشته و 2 کارمند پلیس زخمی شدند. دادستان کلی ازبکستان با نشر یک اظهارات در رخ دادن جنجال خانواده‌هایی را ایبدار کرد که ضد تخریب خانه‌های بنیاد شده غیرقانونی برخاستند. در این باره کمی دیرتر به شما معلومات می‌دهیم. یک خانواده در ولایت ختلان از عائله کیلین سابقشان طلب دارند که 25,000 سامان خرج توی را که برای مهر و خرید لباس و معرکه صرف کردند برگرداند. بحث برگردانیدن پول خرج شده در معرکه عروسی به گفته آنها به خاطر پاکدامن نبودن کیلین سابقشان بوده است. این طرف بحث چی میگوید در برنامه تفصیلاتش را خواهیم پخش کرد. یادآور میشیم که برنامه خبری 3 ساعت بعد تقدیم شما میگردد و همه شما را در این برنامه منتظریم.